بازی از این قرار دنیا رو باید تصور کنم بدون یه چیزی و باید با مزه ترین حالت ممکن باشه و مجازات داره. بریم که بازی رو ببینیم. بچه دنیا رو تصور کنید بدون صدا. دنیا بدون صدا. نه برو ایده خودته. نه برو. من که اصلا بگو. آقا اگه صدایی وجود نداشته باشه مجبوریم همه کارا رو بی‌مزه بود. ما بگیم حالا مثلا میگوزی صدا نداره. میگوزی مثلا صدا نداره. خب اینو که میدونیم صدا وجود نداره. صدا نداره من طنزشو گفتم دیگه. ولی یه چیز خوب داره. مهمون میاد زنگ میزنه یا در میزنه تو دیگه نمیشه نمی‌فهم. جواب بدی. هیچ وقت مهمون نداری. چرا با من ولی خب کلا زبان کلام آقا مهمونی میری با خیلی راحت میتونی بری دستشویی حتی اگه تو حال باشه تو پذیرایی باشه دیگه استرس نداری. بعد یه چیز دیگه تو هر وقت با کسی کار داشته باشی میتونی باشه ارتباط بگیری وگرنه کسی نمیتونه تو رو صدا کنه. آقا اینا چه ایده های ما رو براشون تو ولی برید دستشویی عمومی در میزنی طرف نمیشنوه. بعد اونم اصلا بشنوم جوابی نداره که ایده دستشویی و گوز مال ما بود. آره راست میگی. آقا یه گوزو بدید بهشون بره. آقا گوزو بدید. امتیاز رو به گروه مشکی میده. دنیا بدون دکمه. 3 2 1. خب سفید. ببین مثلا میخوای بریم مثلا عروسی یا پیرن بپوشی دیگه. خب بعد دکمه‌اش نمیتونه از پشم سینه اینجوری میفته بیرون. این ایده ما. نه مثلا آقا جایگزین داره. آقا هم که دکمه داریم ببخشید و پشمای سینه رفیقت افتاده بیرون فرق نمیکنه که این مثال میزنی من چی؟ مثلا میری بیرون خب شلوار دکمه داره دیگه. خب بعد شورت میفته بیرون. رنگ هر کم مال هر کم یه رنگه. آقا خیلی از لباسای فانتزی اصلا نمیشه ساخته شه. آقا اینا رو ما همه رو به ما داستان میگیم. زیپ تموم شد. تو بگو حالا. ولی مثلا کنترل تلویزیون یه کنترلی نداره. یه اوه. لحظه میشه یه صدایی میشه. این قشنگه. اون دکمه قشنگ. آره مثلا یه چیز ایده با مثلا میخواد آیفون رو بزنی خب درو باز کنی دیگه دکمه نداره که بعد پایین در باز. این کار آدم سخت میشه. خب بعدش هم نمیتونه زنگ بزنه دکمه نداره. راست میگی. راجی دکمه خیلی مهمه. لمسی میشه دیگه. خب اونم دکمه است دکمه لمسیه. آقا از این نپرس دیگه. تو بگو. آره. آقا این پشم سینه خوش شده نه؟ آخه الان دکمه داریم به خدا این پشمش هنوز بیرونه. نمیشه که آخه. ولی خلاصه به دکمه نمیشه. امتیاز به گروه مشکی میده. دنیا بدون مکعب. تو میتونی خونه و سقف گرد بذاری و مستحکم‌تره. ولی نمیتونی چرخ ماشین تو مربع بذاری. فکر تو خودت. 1 تیم مشکی. فکر کن با اسفنجی ستاره باشه مکعب نباشه. خب بی‌مزه. خب وقت پاتریک میشه مکعب. نه دیگه مکعب مکعب خب اسفنجی تو قالب ستاره زرد در نظر بگیر خیلی بانمک میشه حاجی. حالا من یه چیز خفن که مثلا اینه ستاره. مکعب بازی هستش این بازی می‌کنه. اینو دیگه نداره. روبیک گرد داریم. راست میگی. مثلث هم نمی‌دونم. نه خونه ها مثلث میشن اصلا. خونه ها گرد میشن. ولی خب بعد آها فکر کن خونه ها گرد بشن بعد میتونی باشون فوتبال بازی کنی. آها راست جان. میگی. توپ مثلا آقا این امتیاز این داستان رو بدید به این. سب با خونه میخوای فوتبال بازی کنی؟ بابا درگیری من ترک میکنم زمین رو درگیری شروع کنم. نه مکعبی با میخوای خونه رو شوت کنی؟ دیگه گرد دیگه اونش جنسش هم هم میره. بله خونه مکعب. خونه سقفش گرد میشه. بعد اصلا میز مکعبی نداریم میزا همه گرده همه چی میفته روش. ولی خوبه. آره زیادی مغزو نمی‌بینی. میز دایره. نه. بالشا همه دیگه یه چیز با همه مهندسی اونجا بیکار میشه. چرا میشه اتفاقا الان سازهای گرد و مثلثی داریم. سازهای والی. بعد حالا حتما قرار مثلا نیست آسانسور دیگه مثلا حتما قرار نیست مکعب باشه تو بیا لوزی بزن بیا آسانسور کشیه. آسانسور همینجوری هم مستطیله پسر خوب. اینا مکعب یه کشیه بشه. آسانسور آسانسور استوان آسانسور استوانه بزن. کاری نداره. خب حالا آره دیگه اونجوری دیگه همه چی هست میشه. پریزای برق همه مستطیل شکل. مکعب. خواستم ببینم خودتون حالیتون هشت این یه داره. تست بود از داور ببینم آشه پیریز گرد هم داریم همین. راست مکعب. خب امتیاز. خب امتیاز بدیم. من رو مشکی هم آقای داور رو. دنیا بدون جنگ. جنگ بدون چی؟ آقا خوبه که منطقی نباید باشه. آها من یه خفن فهمیدم. من موبایلمو نیاز دارم. برای چی؟ عکساشو بیار.
عکس چی بده تو بگو خب من بگم 3 2 1 ما زدیم سفید ببین مثلا یکی بهت فوش خواب مادر میده نمیتونی با جنگ اون دعوا کنی نه جنگ و دعوا فرقه. دیگه جنگی نداری دیگه یا مثلا تو کشورها دیگه با هم یه جنگ چقدر لوس تعریف کرد تو خب نه خیر نوبت منه مثلا نوبت منه شما ترامپ رو تصور کن اومده بیت رهبری صلح نمیدونم اسرائیل رو تصور کن یا علی حسینیه ما آنچنان بامزه نبود منطقی بودنش بیارم چرا من با همچین کاری خیلی بی‌مزه آقا علی همین رو من قشنگ‌ترش کنم فکر کن ترامپ اومده بیت رهبری انگشتش کردن پاشدن هم دیگه رو بغل کرد آره دیگه تو رفیقت راحت میتونی انگوش آقا این هم ساختش بغلت کن این هم واسه ما فوش خواب مادر اینو میدیم شما هم ساختید ما که اول گفتیم نظر نه علی بازم میدیم نظر اون همین. دعوا نداریم دیگه تو با یکی دعوا می‌کنی بعد آقا بغلش یار ما دعوا آره جنگ دیگه. نه طرف فوش خار مادر میده یهو بعد بگیره ما چش کنیم آقا. پاشیم بریم دعوا با جنگ جدا جنگ دیگه دعوا جنگ خوشیکت دیگه اصلا با وایس همدیگه نگاه کنن جنگ نیستش با کشیکش وسط رینگ نشستن دارن مثلا اونی که- میوه و قارچ آره میکنن دیگه. با قلیون میکشن این مثلا- که امتیازات مثبت دو مشکیه آقا اینو من اینا دیگه مهم نیست. آقا من تمیزش کردم مثلا خدای تو این نمک میگه مثلا ببین این نمکش خوبه ایدهاش ولی مال من مثلا توی بوکس بده که کیسه بوکس بزنن آتو چنگال میده مثلا غذا میخورن میوه میخورن اینم با به سفید دنیا بدون پنجره. این مثلا توی فضا نشستی پنجره هم دیگه یکی میچوسه دیگه اصلا نمیتونی کارش کنی چرا تو شدیدی آره اون میشه پنجره نباشه ماشینا رو نمیتونی برونی آره راست میگه دیگه راست میگه با نمک اصلا ماشینی ساخته نمیشه. دقیقاً شیشه جلو که داره نه دیگه اونم پنجره پنجره هست است، مگر یه اینکه مانیتور بذاری با دوربین ببینی اصلا پنجره جلو موتور رو می‌بنده. توتی موتی تو با خیال راحت دیگه تو خونه ول میکنی میچرخه اصلا از در خیلی پنجره بی‌مزه بیرون هم خیلی. نمی‌ری. آقا میذاری تمامش خب، رو تاریک بگو. میشن بیرون خونه رو باید میشن. سوراخ سوراخ کنی که هوا بیاد پنجره نداری این یکیشه بعد مخزنی تو ماشین دیگه نداری مثلا آقا بری سوراخ اندرسون چیز کنی. دور دور نداره نه، مثلا پنجره نیست. بعد پیاده شی مثلا مخ طرف اون به قول تو هواکش داور دو من به سفید میدم به کدوم میدی؟ سفید دنیا بدون اردک. 3 2 1 آقا اردک باشه مرغ بهش میاری اون بی‌مزه بود خیلی خیلی ولی من نظرم روی کارتون دانالد داک بود دیگه اون تولید نمیشد از تولید میشد مثلا میتونست اردک خارکش شاید باشه نظرات خوب باشه آقا دیگه تخم اردک هم نبود در خودی تخم اردک هم نبود اردک هم دانالد چیه؟ نه اون کارتون- کارتون مال والت دیزنی یه اردک سفیده یه چیزی هوا صدا میاد خیلی قدیمی هم هست مثلا میتونه به جای ما اردک میکی قاز موس و اینا بیاره بود قاز بیاره مثلا به جای اردک بازم خانواده اردک واسه من خیلی تصور اتفاق خاصی نمیافتاد واسه من تصور دردناکی بود واسه اینکه حیوان خونگیمو از دست میدادم من نمیدم اصلا کسی دنیا بدون تصمیم. خب من ما هم فهمیدم، من ما فهمیدم. همین الان تصمیم نمیگیریم الان نظر میدیم نه من فهمیدم داداش البته ما تصمیم نگرفتیم چی بگیم اصلا چون تصمیم گیری وجود نداره سلام همین چیزی نگفت من گفتم آره وایسا من تمام نشد اسکی رفت مثلا به خدا نه کی گفت اولش گفت آقا مثلا میخوای بری سر کار سر از خونه در میاری تصمیم داشته باش تصمیم نداری کسخل که نیستی داداش نه مثلا تصمیم حالا من چیز نمیگیری. جذاب بگم تصمیم سیکیم خیاری میشه مثلا میری تو دیوار نداری تصمیم نداری خب سیکیم خیاری میشه بازم تصمیم تصمیم سیکیم خیالی داری یه تصمیم میگیری که بری تو دیوار. نداری مثلا میخوای بری هیچ سر کاری کار نمی‌کنی. یا سر خونه در ایده ای نداری حاجی فکر کنم سیکیم خیاری میشه بخوام همین فقط. زندگی کردم من دارم خب قربونش برم این امتیاز بدید به این یه سر من بده واقعا حرفی که زد تنظیم من به گروه سفید میدم من تنظیش کردم دیگه بابا دنیا بدون آشغال. 3 بزن 2 1 آقا من بگم دنیا رو تصور کن بدون آشغال دیگه هیچ آشغالایی دورمون نبود یادش تکرار کرد. سوسماس سوسماس بده نه ولی جدی مثلا همیشه تمیز بود دیگه آشغالی وجود نداشت دیگه بچه‌ها نمیتونن فوش بدن مثلا نمیشه نمی‌شه آشغال مثلا عوضی نمیگه آشغال و بگه عوضی
دوچه فوشه بدتری. اصلا فوش نه. نیست آشغال زباله محسوب میشه. الان باشه، ما بالاخره در حد نگفتیم. فوش آقا بعدیش اینه که همه چی دیگه باید فله‌ای بخری. مثلا نمک بسته بندی شده نداریم. بعد بری فله‌ای بخری بیاد خونه مثلا. فعله و تو دست نه من اصلا اینو قبول ندارم. چرا؟ آقا مثلا اینا دیدی آشغالا پنجره پرت کنن بیرون میخوام پرت کنن گل بعد به جاش پرت کنن. آقا نه وای! یه چیزی آقا 13 آدم میری بیرون مثلا میری پر آشغال نوش مثلا میان خیابون گل جمع همه جا تمیزه نرین تو این. تمیزه. فکر کن نوشت دیگه هیچ سطل آشغالی ماشین سطل آشغالی نباشه بخواد بیاد جمع کنه. آقا اینا بعد من یه سری از رفیقامو کجا بذارم؟ آقا نمیشه اینا که دیگه- نمیشه آقا آقا میگم یه سری از رفیقامو کجا خوبه، بذارم؟ نمیذاره حرف بزنیم ما. آقا آقا مثلا 13 بدم میره دیگه هیچ آشغال نیست همه چیز تمیزه خوب معلم تمیز میشه بدون طنز این آشغال. بخشو بگی منم بخندم یکم داداش. تمیزی دارم پاکیزگی رو میگم. من مثلا طنز تو خوب فله بریم خرید تو رو میذاری تو جیبم. باشه حداقل طنز. اصلا ربطی آقا اینو خدا به ما بده دیگه. نه دیگه ناموسن اینو یا نه. آقا این بچه بخواد بره استخر همین الان آمادش کنیم. دنیا بدون بازنده. پس چی زودتر زدی؟ یه امتدادتون کم نه. کنم؟ آقا باختی وجود نداره من نمیخوام آقا، جوابتو تلاشی بدم. نمی‌خوایم بکنیم. هیچ باختی وجود نداره من جواب چیو بدم؟ خیلی بحث کرد. نه. تموم شد. آقا یه چیز دیگه هم دارم. آخرش بذار من صحبت کنم. بگو جام کم میاریم تو دنیا و همه باید جام بدیم. همه برندن. خیلی برای من دردناکه ولی خب باید تیم مشهور دیگه نداشته باشیم دیگه. تصوری سخته. همینو گفتم. نه اینو مثلا گفتن. میگم. دیگه هیچ یه به یه لحن دیگه گفت. کجا اینو گفت؟ مثلا میگن چلو کم داداش ما برنده ایم. داره به خودش میزنه. نه دیگه. نمیشه یکیشونو فرق نیست کنی هر تیم. به کدوم میدید؟ 3 2 1 آقا آقا صبر کن صبر کن تمام. صبر بیار گرفت. نه صبر کن صبر کن بیار. صبر کن ما دنیا بدون بازنده نداشتیم حسین نباخت من اعتراض دارم. خب ببینید آقا ببینید و ولش کن. اومدیم که به جزاش برسونیمش چون باخته. بازنده باید ببین ما تیمم خیلی بد بودیم. آدم یوبسی بود. ما برنده بود. من همیشه برندم. بعد شما این آب میخواد بریزین اصلا ما خیسته میشه. همون میخوام برم. پایین بابا برو ببینم. جن سری فیکسنس. خدای ریاضی. خب یکی هستش. خب نوبت بعدیه. صحبتی هم داری؟ چرا ندارم عزیزم. آقا ما بازنده نه ما باید میبردیم. آفرین. من خیلی اصلاً- پروه. بذار من نصف دیگه صبر بگم. کن صبر کن. من اصلا خودم رو به عنوان بازنده قبول ندارم. پس به عنوان برنده که وایسا. خیس میشه. صبر کن. حالا قبول نداری؟ از بیننده ها بپرس. از ببین بیننده ها میگن بپرس حق کی کی بره؟ بره. مظلوم نمایی نکن مظلوم برو پایین ببینم. مظلوم نمایی آقا کن. بگیر اینو بگیر برو داداش من بریز. از بیننده ها بپرس. بریز کامل بریز تموم شد دیگه. شما خیس. آقا بریز من خالی کردم. یعنی میری جالبش چیه خنک شدم. آقا چجوری خنک شدن؟ همه گفت که یه ماتش کنم تو آقا نه به عنوان چی؟ تو هم از موقعیت چرا داری سوء استفاده میکنی؟ بابا ما اینطورا یه ماچ کنم خیلی بهت میاد خیس بودن. این خیس نشد. شما که این همیشه خیس نشد. همیشه که شما شبا خیسید حالا یه بارم روزا خیس باشید. انگار رفتم همون. آقا ولی بگید حق من بود. تمیز باشه دیگه. دکتر زیگ نمیاد. پشم سینی قشنگ میاد به اون میگه. تو خودت هم از چیز پشم سینات من آره. آقا حساب نیست من خلاقیت ندارم. شما یه سریش دیگه زمین رو ترک کنید دیگه خلاقیت تو خب خیلی یوبسه. یکی بده به این سفید. بعد میشه خودت تو رو قرآن فقط تنز یوبسه. حالا نمیتونم. هر کی من خیلی سخت میخوام به این بفهمونم بعد طنز باشه منطقی فقط داره حرف میزنه. آره منطقی. تا چیکار اینو بود؟ آخه خیلی مسخره توتی رو ول نکنی. من فهمیدم. چی فهمیدی؟ خب فهمیدی بگو. آقا تو به تو چطور؟ بریم یارو شد. آه بشین. ماری بشه یه چند نیم. داداش من گفتم 40 دقیقه و 45 دقیقه اونجا خب میرسیم. واسه ما چرا اینجوری برنامه ریزی می‌کنی؟ داداش همیشه همینجوریه. سیکتی بابا دیشب ساعت آقا ببین یکی گوش کن اینجا قوانین داداش تعیین شده است. کسی که اولین نفر میزنه حق گفتن داره.
آشغالی وجود نداره. آشغال بعد مصرف وجود میاد. آقا قبل این چیزی مصرف. با بابا اینم زد آقا. فاضلیاسی بزن تو گوشش. نه آقا چرا؟ میخوای هیجانیش کنی یا مشکل داری؟ چیه؟ یه سنگات داشتی ببین تحقیق ثابت کرده همیشه قیچی میاد. چند تاییه؟ یه دونه تو هیچی نیو. بگو گفتم مهم نیستش. برید 3 کاغذ بیاد 2 1 3 دیر میاری یا؟ راستی در سریز دستو دستم بیرو جلو نبر پشت 3 به تو چه هستن؟ چه؟ 3 2 1 گفتم قیچی بیاد ایشون دیر آوردی. یه امتیاز از رو کسب کن. برو چرا کس کن؟ همینجوری. اصلا 60 کنه بازم جلو آره تو سرتون. آقا تو سرتون خب همه امتیاز رو حرکت این باشه کات کن این امتیاز برد حداقل مال ما بود. پارید. آقا تو مجازات کن نه بعد مجازات بگیرین و بگیر برو از بیننده